سلام و وقت بخیری خدمت شما دوستان. شما را خوش آمدید میگیم به یکی از ویدیوهای جدید ما. در این ویدیو آمدیم تا برای شما آموزش بدهیم که چطور پکیت ریسر را دانلود و انستال نماییم. خب دوستان، در مرحله اول کافی است که یکی از براوزرهای دلخواه خود را باز کنیم و نوشته کنیم سیسکو پکیت ریسر. در این قسمت چندین وبسایت برای ما باز میکند. ما باید وبسایت رسمی که به نام سیسکو نتورک اکادمی است کلیک کنیم. خب دوستان، وبسایت برای ما باز شد و صفحه را پایین کش میکنیم. میم بالای Getting Started with Cisco Packet Tracer وی کورسش را انتخاب میکنیم. در این قسمت Skills for All را کلیک میکنیم و چند ثانیه منتظر میمونیم دوستان. خب دوستان، در این قسمت زبان دلخواهتون را انتخاب و بالای Get Started کلیک میکنید. در این قسمت دوستان، اگر شما قبلا وارد وبسایت سیسکو پکیت ریسر شده بودین، اکانت قبلیتون را دوباره با ما اکانتتان لاگین میشین. اگر شما بار اولتون است که داخل این وبسایت میشین، من بالای سیگن اپ کلیک میکنید و ایمیل آدرستون را برش میتین تا داخل وبسایت شین. در اینجا من از قبل گوگل اکانت خود را داده بودم و بالای گوگل چی میکنم؟ کلیک میکنم. خب دوستان، در این قسمت بالای ریزیم کورس کلیک میکنم و داخل وبسایت رسمی سیسکو پکیت ریسر میشیم. در این قسمت بالای لینکی که قرار داره کلیک میکنم. خب دوستان، بعد از کلیک نمودن بالای این لینک ما را به صفحه جدید میبره. در این صفحه را پایین کش میکنیم و میم بالای پکیت ریسر ورژن 8.2.2 که مربوط به ویندوز میشه 64 بیتیش بالای این کلیک میکنیم. زمانی که بالای کلیک کنیم سیسکو پکیت ریسر را برای ما چی میکنه؟ دانلود میکنه. و در این قسمت هم میتونیم ببینیم که سیسکو پکیت ریسر ما در حال دانلود شدن است. خب دوستان، ما سافتویر پکیت ریسر قبلا در کامپیوتر خود دانلود کرده بودیم. حالا به خاطر از اینکه وقت بیشتر گرفته نشه، مرحله دانلود شدنش استاپ میکنیم و میریم سیسکو پکیت ریسر انستال میکنیم. خب دوستان، یه هم سافتویر سیسکو پکیت ریسر است که ما قبلا دانلود نموده بودیم. به خاطر انستال شدن از این بالای این دبل کلیک میکنیم. خب دوستان، اینجا بعضی رکامندهای خود سافتویر سیسکو پکیت ریسر است که اینا را بالایش میگه I accept the agreement، قبول میکنین و بعد میگین next. در اینجا هم فایلی که قرار است فایل سیسکو پکیت ریسر ذخیره شد بالای نیکس میگه و در اینجا هم نام سیسکو پکیت ریسر است. اگر شما دوست داشتین باز میتونین نامش تغییر بدید. در غیر صورت سیسکو پکیت ریسر میمونید و نیکس میگین. خب دوستان، من بالای گرید اکویک لند شارکت ایتی که از این آبی میسازین که برای شما شارکت پکیت ریسر روی دسکتاپ کامپیوترتون ایجاد کنه و میگین نیکست. خب دوستان، بعد از این مرحله انستالیشن است که بالای انستال کلیک میکنید و چند لحظه انتظار میمونیم. دوستان، سیسکو پکیت ریسر که یک سافتوری است که توسط خود کمپانی سیسکو ساخته شده. یک محیط ورچوال است که ما توسط اون میتونیم دیوایس های مانند راوتر و سویچ اینا را کانفیگر کنیم. خوبیت این است که اگر ما در یک کورسی در یک جای بخوایم درس بخوانیم، نمیتونیم که راوترهای و سویچ های واقعی را داشته باشیم که از نگاه هزینه خیلی سنگین برای ما تمام میشه. کمپانی سیسکو آمد همچون سافتوری ساخت تا همان دیوایس هایی که در محیط واقعی ما بالای اونا کانفیگریشن میکنیم بتونیم یک در محیط ورچوال کانفیگریشن کنیم. خب دوستان، سیسکو پکیت ریسر کم کم مرحله انستالیشنش با پایان میرسه. خب دوستان، پکیت ریسر ما انستال شد و ما بالای اپشن فینیش کلیک میکنیم. این صفحه ما رو بسته میکنیم و شارکت سیسکو پکیت ریسر روی دسکتاپ ما آمد. خب اینجا یک نوتیفیکیشن از خود سافتویر بود که میگه شما میخواید سیسکو پکیت ریسر برایتان باشد. میگیم بله.
چند لحظه منتظر میمونیم. این هم دوستا طریقه دانلود نمودن و انستالیشن سیسکو پاکت تریسر روی کامپیوترایتان. تا ویدیوهای دیگه، خداوند یار و مددگارتان.